بو 11:30. اوه بیدا 11:30 بجی شده. آه. پس یک کار که بابا ام. من میرم بررسی آه. بفهمیدی نه که خوشی که گوسفندا مردم بیا اینا پاک آبیشو بخوره. خومشون گردن و من به شما گذاشت چک با کلمای بزنن که خود بگه آفرین. اما به دست عباس همتون اون ری میکنم. خوبه. بفهمیدی من میرم بررسی میرم. خوبه. تو نه چی بگه؟ نه اینم روشن نکنم. ها؟ اون نه دیگه میتونی باد کشته که انا مای باد چه؟ بابا بگو کی میایی؟ عباس بگی که با چیز بگیم که با خیلی بیاره که ما سیر شم. خوبه نون خیلی ری میکنی ترمز چای هم تو ری میکنم. ری کنیم. چه چلو ما به بعد دقیقه بادم نیاد درو خوش ایلا اینجا گرمه برو ملا شاله بلا تو خوابم میتره فلک آدم اینجا نمیتونه شیشته. خیالم که هیچ کس هم همین خیمی از اینا نیه. برو که خوب وقتیه مثل که به نون خورده رفتم وقتی نوید چه کبیب گویر پر کنی هر جاش خانه پدر کنه همه شهری پر کنم. برو که وقتی نه یکی هم چیزه که شو به زیر پاخو میکنم. برو یه جداگانه میگیرم این هم جداگانه پر میکنم. برو که خوب وقتیه.
بلا شلیا این موتورک چرا بجست؟ بیلا این شلیار مثل که از سر زمین هم آوردیشته نه بس تکتب خوب این که از سرش زمین هم شلیار وردیشته گیلک به کجا بوده پیار مکو باروسی رفت مثل که به سر شلیار نبوده ای گیلکه گیلکه کجایی؟ آنه درستی شلیار ما بوده با تگونی از این موتاد گیلک این فرشم از اون موتورک بوده پس این شلیار از ما بوده پس باشم برو که تو برو بر نداره برو کجا رفته باشه این یک دایم برات پیار من نرفته باشه با عروسی کجاش یک زنگ که بزنم اشته گرمه بله بابا خویم بخیره شو کشته سر صدای بابا بابا گیلک به پیشوانه آمده به اونجی نیه بابا ما به سر خرمانم هیچ که اصلا نیه گیلک هم نیه ما می ششتیم بابا نون میاردم برای گیلک نون میاردم به تر دیدم متادکیه با پشت گونی یک گونیه تو بام کله شلی پر کرده بابا مر بدیدک بجستک دیدم که گونی پر از شلیه بیان سعی کن شلی ما بوده بابا از ما نمیدی فرش هم پرته بود فرش هم متادکی بود دیدم که شلی از من پس برفتم گفتم باشه که تو برون کسم از دیگه ور نداره بیاردم پس گونی بیاردم سر شلی خالی کردم ای که نگی 10 من 12 من شلی بتا گونی کرده بود نیه بابا هرچی گیلک جخ کردم گیلک کس ما جواب نداد من گفتم شاید عرض شما آماده باشه من چی خبر دارم که کجا رفته بابا خوب انه بزن نونم بیاردم خوب انه میشون تا بیای خداحافظ